گفت ای برای واسه من خیلی خوشحالم که تو داری با مهرداد میری، به خاطر اینکه من جفتتون رو میشناسم و میدونم که شما شبیه هم دیگه. یه زمانی شنیدم که آره فلانی یه بار با دوچرخش تا تهران رفت، اصلا مثل یه رویایی تو ذهن من جرقه زد که حالا اگه آدم بتونه مثلا با دوچرخش از کرج تا که آره بیا این ایونت استادیوم آزادیشون رو بریم، مثلا 1000 نفر قراره بیان، خیلی احتمالاً. ولی واقعا اون جنس تنهایی که من توی شب توی کوهستان‌های مثلا کاپادوکیا تجربه کردم و تا حالا در زندگی می‌دیدم، هر مثلا یه پیچ یا دو پیچی که می‌زدم وای می‌زدم از خستگی، یعنی پاهام درد می‌گرفت. اینجوری که چرا من نمی‌تونم همه اینا یه تیکه برم بالا. اصلا برای خودم عجیب بود، یه ذره اصلا رفته بود رو مخ، افتادم تو سرپانی، یه زنبور پامون ایستاد، رسیدیم به اون گردنه قو، منم دوچرخه‌ام سنگین، اشتباهی کردم، قفلم به خودم آوردم، گفتم باز به همون درونگرایی برگردیم. کلا برنامه‌هایی که خیلی گروه زیاده، لحظه‌ای که می‌خوام تخت بلند شم برای این فکر کنم که الان من سوار دوچرخه شم این ساعت برم تا سر کار، خیلی برام کار سختی.